وقتی از دنیا خسته هستی این فیلم رو تماشا کن. با هر رصد جیمز وب جهان کمی بیشتر خودشو برای ما آشکار میکنه. سکوتی فضایی که از پس میلیون ها سال نوری با تو حرف میزنه. آماده ی تماشا باش و این لحظه رو دریاب. شما در حال تماشای ستونهای آفرینش هستید. این عظمت در فاصله 6500 سال نوری از ما قرار داره. ستونهای آفرینش ستونهایی از گاز و غبار کیهانی هستند که در اونها ستارگان جدید متولد میشن. طولانی ترین ستون حدود 4 سال نوری طول داره. این فاصله تقریبا همون فاصله بین خورشید و نزدیکترین ستاره همسایه ما پروکسیما قنطرسه. عالم واقعا زیباست. به جای وعده حوریای بهشتی زیبایی این سحابی رو ببینید. کدوم چشم‌انداز فریبنده تره؟